بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. واسه جناب انصاری. سلامت باشید بیننده گرامی، بفرمایید. سلامت باشید. من آقای انصاری یه مطلبی هست کتاب آقای آلوسی. بله. در کتاب روح المعانی. بله. خواستم که ببینم شما اینا البته شما استادید خلاصه خوب جواب میدید. اینا رو جواب بدید که یه در حال شبهه افتاده شده در رابطه با دفاع مولا امیرالمومنین از خودش که میگن که دفاع نکردن. بله. اینجا نقد شده در به اصطلاح کتاب روح المعانی آقای آلوسی جلد 3 صفحه 124. بله. اینجا میگن که به حضور شما عرض کنم که عمر عصبانی شد و درب خانه علی را به آتش کشید، به داخل خانه علی شد. بله. میشه نص عربیشو بخونید که من جستجو بکنم؟ الان جلوی من هست المکتبه الشامله اینجا بازه. شما نص عربیشو بخونید که من این کلمه رو جستجو بکنم. بفرمایید. ولی همه شو بخونم یا خودش البته این یه خوردهشو بخونید مشکل نیست. نه انه لب علی بن عمر وزرمان نار به باب علیه بحرقه و دخل استقبل فاطمه و یا رسول الله. حالا همین دیگه بسه دیگه تا آخرش نمیخواد. نه یه کمی بخونید که من یک کلمه چیزی باشه که من با جستجو بکنم. فرط عمر السیف همین فکر کنم چیز بکنید میاد. فرفع عمر السیف. خب ادامه بدید. ببینید اینجا میگن که در عصبانی شد به داخل خانه علی شد، علی را به درب خانه علی را به آتش کشید، به داخل خانه شد. فاطمه سلام الله علیها به طرف عمر اومدن به فریاد زدن و فرمودن یا ابتا یا رسول الله. بعد اینجا داره که عمر شمشیرش را که در غلاف بود بلند کرد به پهلوی حضرت زهرا زد. درست. بازیانه هم دستش بود که بر فاطمه بر بازوی حضرت زهرا زد. درست. بعد حضرت علی با مشاهده این یه دفعه ناگهان از جا برخاستند و گریبان عمر را گرفتند و او را به شدت بر زمین کوبیدند و بر بینی و گردن او مشت کوبیدند. این چیزی هستش که تو کتاب نوشته، حالا روش هم هست. نمیدونم میخواستم ببینم شما این جریان چجوری توجیه میکنید یا چجوری هست اصلا تو این کتاب. چشم. برادر عزیز و گرامی، شما یعنی از دیر زمانی بیننده برنامه ما هستید و من همیشه یک خواهشی از برادران عزیز شیعه اقجو مثل شما و دیگر دوستان عزیز داشتم که موقعی که مطالب را از شبکه‌های شیعه میشنوید حتما برید در کتاب‌ها تحقیق بکنید، خودتون برید بخونید، هر چیزی رو که میشنوید بازگو نکنید، چون اینو ما ثابت کردیم در این شبکه که این آقایون آیات اعظام و حجج اسلامی که در این شبکه ها صحبت میکنن دروغ میگن و تلبیس میکنن. این دو صفت از صفات روافض هست، نه شیعیان حقیقی و راستگو، که دروغ و تلبیس و خیانت. اینا همیشه از این دو روش استفاده میکنن در راستای فریب دادن مردم. همین مطلبی رو که برادر عزیز و گرامی شما ذکر کردید من جلوی شما در تفسیر روح المعانی مال آلوسی رحمت الله علیه در ذیل آیه 27 سوره آل عمران در جلد دوم صفحه 120 در این مکتبه شامله صفحه 120 است. من نمیدونم اون مطلبی که شما ارائه فرمودید در کدوم صفحه بوده. در اینجا این مطلب رو من خواهش میکنم از دوستان عزیز در اتاق فرمان لطف کنن اینو نشون بدن. ایشون در این صفحه میاد، اگر بتونن صفحه مانیتور من رو نشون بدن دوستان عزیز در اتاق فرمان. بله. و رویه روایت کرده است سلیم ابن قیس الهلالی الشیعی، سلیم ابن قیس هلالی شیعی روایت کرده است
در چی؟ من خبر طویل، در یک خبر بسیار طولانی، ان امیر المؤمنین قال، که امیر المؤمنین گفته لما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مال الناس الى ابو بکر رضی الله تعالی عنه فبایعه، وقتی که مردم میل کردن بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که مردم میل کردن به طرف ابوبکر و با او بیعت کردن، حملت فاطمه، حضرت علی فاطمه رو گرفت و اخذت بید الحسن و الحسین، دست حسن و حسین رو گرفت، ولم تدع احدا من اهل بدر و اهل سابقه من المهاجرین و الانصار، که هیچ کس از اهل بدر و اهل سابقین مهاجرین و انصار رو نذاشت. حالا من ترجمه فارسیشو میکنم شما ببینید این چیز رو، الا که از اونها خواست که حقش رو که ضایع شده بگیرن و از اونها دعوت کرد که باش همکاری بکنن. هیچ کس از مردم استجابت نکردن دعوت علی رو، از همه مردم مگر زبیر و سلمان و ابوذر و مقداد. و در ادامه همین روایت طولانی که سلیم ابن قیس هلالی شیعی ازش روایت شده، میگه که پیش ابوبکر آمدن و خلاصه گفتن که تو چرا جانشین پیامبر شدی، و خلاصه علی و قنفذ و اینا بیعت نکردن، تا این قسمت که اومد گفت که چرا شما به رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ بستید و مرتد شدید و از این حرفا، تا این قسمتی که شما خوندید. و فیه ایضا، و در این روایت همچنان آمده است، انه لما یجب على غضب عمر و اضرم النار بباب علی، و عمر غاضب شد و اومد در خونه علی رو آتیش زد و احرقه، و داخل آتیشش زد و داخل شد. فاستقبلته فاطمه، فاطمه اونو استقبال کرد، یعنی پشت در رو براش باز کرد. و صاحت یا ابتا یا رسول الله، داد زد که یا ای پدرم ای رسول الله. فرفع عمر سیف و هو فی غمده، بعد عمر شمشیرشو در آورد. و خلاصه این روایتی که همیشه شما در عزاداریا و در ایام فاطمیه از زبان اینا میشنوین تا آخر این روایت. تا اینجا فهذه الروایات تدل صریحا ان التقیه بمراحل عن ذلك الامام اذ لا معنی لهذه المناقشه والمسابقه مع الوجوب التقیه. و روی محمد بن سنان ان امیر المؤمنین قال لعمر یا مغرور انك اراك في الدنيا قتیلا بجراحه من عند معمر، و تا آخر این روایت. ببینید برادر عزیز گرامی، من بارها بهتون گفتم که اینا میان روایتی رو که در یکی از کتب اهل سنت از یکی از شیعیان ذکر شده و جواب داده شده، اون روایت رو ذکر میکنن و میگن که بله بینندگان عزیز ببینید که در فلان کتاب در نزد فلان عالم بزرگ اهل سنت که مثلا آلوسی است و آلوسی نمیدونید که کی است و چی کاره هست، این روایت اومده است. به طور مثال شما کتابی بنویسید در رد مسیحیت، در رد یهودیت، در رد کمونیست ها، بعد مثلا در این کتابتون ذکر بکنید بگید لنین گفته که خدا وجود نداره، من بیام بعد از اینکه این کتاب شما چاپ شد و نشر شد بگم که مثلا محمد آقا کتابی نوشته در اون کتابش گفته که خدا وجود ندارد، آیا این تدلیس و خیانت نیست؟ متوجه شدید بیننده گرامی؟ بله. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. دست شما را. خداحافظ.